راحت‌سازی کار فرانت اند دیولپرها و کسایی که با HTML و XML کار میکنن ایجاد شده. مثلا ایجاد تگ‌ها و اتریبیوت‌های جدید فکر کنم حدود 28 تا تگ جدید اضافه شده به HTML5 و قسمت کنواسش که واقعا خیلی قسمت مثلا مبحث خیلی بزرگیه و شاید بشه مدت‌ها روش مطالعه کرد. HTML5 فقط آرتیکل و سیکشن و ایساید و اینا نیستش. با اکثرا هر کسی میگه HTML5 بلدی، آره بلدم، خب یه ایساید، یه فوتر، یه هدر، نمیدونم از این جور تگ‌ها. نه خب HTML5 فقط این تگ‌هایی که اینجا من نوشتم نیست. شما میتونید با قسمت کنواسش اشکال هندسی طراحی کنید و که اصلا بتونید یه بازی رو ایجاد بکنید. خب بریم سراغ شروع کنواس نویسی. بخش اصلیمون که همون بادی و HTML عادی خودمونه، فقط میریم یه کنواس ایجاد میکنیم با آیه مای کنواس و عرض و ارتفاعش هم مشخص میکنیم. بعد یه اسکریپت ایجاد میکنیم با بعد تعیین میکنیم که کنواس مساویه داکیومنت get element by آیدیمون رو مشخص میکنیم که کدوم کنواسمون رو میخوایم روش کار کنیم. بعد تو قسمت کنواس که کانتکست میایم مشخص میکنیم که میخوایم به صورت 3D یا وب جی ال باشه یا به صورت دو بعدی که همون آبجکت های عادی خودمون. خب بریم سراغ کدای بعد. ما اینجا با کانتکست مشخص میکنیم که میخوایم این محتوای وارد باکس خودمون بکنیم. با کانتکست فونت میتونیم فونتمون رو و سایز فونت رو مشخص کنیم، فیل استایل میتونیم رنگش رو و فیل تکست که محتوای خود کانتنتمون و مکانی که باید قرار بگیره داخل همین کنواسی که ایجاد کردیم با عرض و ارتفاع و مکانی که باید قرار بگیره رو باید به صورت XY مشخص کنیم، یعنی رو محور X 150 پیکسل و رو محور Y 100 پیکسل. اون مواقع کدوم این قبلیه من پایان میگم. context.begin path شروع یه خط رو لاین رو به ما میدونیم که میتونیم با context.move to مشخص کنیم که نقطه شروع خط ما دقیقاً کدوم قسمت از باکسمون قرار بگیره و دقیقاً این همون به صورت محورهای X و Y قرار گرفته، خیلی راحت. تو قسمت لاین تو نقطه انتهایی لاینمون رو مشخص میکنیم که قراره کدوم قسمت از باکسمون قرار بگیره، بازم مثل X و Y و قسمت لاین ویت که عرض لاینمون رو بهمون مشخص میکنه و همه اینا بر اساس پیکسل 50 پیکسل، 1 پیکسل، 4 پیکسل. حالت دیفالت لاین وید 1 پیکسل، یعنی اگه اصلا کد context.line رو وارد نکنیم به صورت 1 پیکسل نشون میده لاین شما. بعد قسمت set line color context.stroke style قسمت رنگ لاینمونه. شما میتونید هم به صورت هگزادسیمال وارد کنید هم به صورت اسمی رد، گرین، بلو و غیره. وابسته به رزولوشن صفحه نمایش نباشه چی؟ بله؟ وابسته به رزولوشن صفحه نمایش نباشه باید میتونید درصدی هم پیش برید. آره خب شما باید الان با شما پیکسل بخش کنواس خودتون اگه به صورت درصدی وارد کنید قسمت چیزی هم درست اونجا رو میشن. خب شما اگه این قسمت رو درصدی وارد کنید قسمت کامل توش هم درصدی حساب میشه. چون ما بالا پیکسل حساب کردیم خب خودتون میدونید که تو قسمت وید اگه پیکسل و اینا رو وارد نکنید و استایل CSS بهش ندین مشخصا پیکسل میخواد حساب کنید. کانتکست استروک هم حالت وجود لاین رو به ما میگه و اتریبیوت خاصی نداره. خب میریم یه گردالی ایجاد کنیم. برای ایجاد گردالی همون کدای اولیه داکیومنت المنت و اینا بعد میگید x مساوی کنواس ویدی که داریم بهش تقسیم بر 2 تا دقیقاً وسط باکس ما قرار میگیره و ارتفاع هم همینطور تقسیم بر 2 میکنه و داخل وای قرار میگیره. میاد پایین رادیوس میزان بزرگ بودن دایره‌مونه که به صورت پیکسل هست. بعد 75 پیکسل میشه. الان 50 پیکسل کوچیک‌تر، 25 پیکسل خیلی کوچیک‌تر و اون دو بزرگش میتونیم بکنیم. استارت 50 شروع لاینمونه که از کدوم قسمت دایره‌مون رو شروع کنه. من 0 قرار دادم. اونم دقیقاً نقطه نهایی دایره‌مونه که 1.5 وقتی حساب می‌کنیم یعنی 1 دور و نیم.
یک دور چی میزنه، اگه یک ماشین اینجا تا اینجا میاد این هم اضافه میکنه. اون قسمت مستر پی آی رو من خودم نمیدونم، راستش نرفتم اصلا تحقیق کنم چیه. بفهمید این هم ضرب که میکنه چی کار میکنه اون شاهش ضرب گردشش خیلی ممنون. من ریاضی خیلی گردم. کانتری کلاک رو اگه حالت شروع قرار بدیم همین رقا رو به صورت برعکس اجرا میکنه. بزن بعد کانتکست بین هست که همون لاین بودن رو میگه، آرک که مشخص میکنه چه ویژگی‌ها رو ما قرار اینجا مشخص کنیم. بعد کانتکست همون محتواست گفتم، لاین بید و غیره، همون تو استفاده قبلی هم بود. بریم یه خط کج‌وکله ایجاد کنیم. برای ایجاد کردن خط کج‌وکله اکثرا مثل لاین اوله، ولی خب قسمت موو رو که وارد می‌کنیم نقطه اصلی ایجاد میشه. برای ایجاد کردن بریک پوینت ها از خود کوتارتی کور رو وارد میکنیم و 188 در صفر که همون ایکس وای بریک پوینت وسطی رو میذاره، مثل ریسپانسیو نیست، فقط یه شکستی رو ایجاد میکنه که نسبت به عرض خط. بعد قسمت آخر که 255 هستش همون لاین 2 هستش، نقطه آخری که کجا قرار بگیره و هم مواجه ساده اصلا این مبحث به چه دردمون میخوره؟ خب شاید شما با گیم آشنایی دارین، گیم کاترو با HTML فایل کنوس و CSS نوشته. HTML فایل کنوس این چیزی که دیدید نبود، شما خیلی کارهای دیگه میتونید انجام بدین، مثل انیمیشن یا لوزی یا هر چیز دیگه که بخواید ایجاد کنید. حتی دیتابیس هم داره، میتونید داده ها رو توش ذخیره بکنید. بعد این اسلاید خب من توصیه میکنم که بریم دنبال HTML فایل کنوس، واقعا چیز خیلی خوبیه به درد بخوره. من خودم درست زیاد استفاده نکردم ازش، داره اگه بخواید گیم یا اپلیکیشن رو تحت ایجاد کنید خیلی بهتره. منابع برای دنبال کردن یادگیری، من همیشه تو اکثر منابعم گوگل و یوتیوب رو اعمال میکنم. اصلی تریناش هم همینه، من HTML فایل کنوس رو از خود گوگل چیز کردم، www.school.com که خب اصلا تحت وب و تمام کدهای فرانت اند رو اونجا قرار. در آخر هم این اسلاید من تناسان توییتر، اکانت توییتر هم mahdix.co، فیسبوک هم mahdix.co.